حدیثی که حاضر خواندین، پدری که گذشته شدگی و مادری که پیرانسالی از تن اونا از رمضان بیره ما رمضان شونه گرفته با اونا نیت گذشته آنها را کنیم می شود؟ یعنی قرض آنها رو داشته دهیم میگویید؟ بله بله، قرض آنها رو داشته تیم. مادرمون کلان سالای پیران سالای رمضان میگیرن، یگم مراتبه قرضدار موندگیان در مدت عمرشون. پدرمون گذشته شدگی، ما اگر قرض همونا را نیت کرده از رمضان بیرون، ما شرایط دارم الحمدلله که 2 ماه 3 ماه 4 ماه پی هم حالت روزگیری میتونم الحمدلله. همونا را نیت کرده تیم قرض همونو پوشیده میشود؟ بله، اگر رفت شما از نام پدر روزه داشته دهید، بناهن به همین حدیث، ظاهری همین حدیث و آنهایی که از همین حدیث همین خیل فهمیدند، یعنی قول طایفه از علما، جایز است که از نام پدر گذشتگانتان روزه رمضان که قرضدار بودند داشته دهید. وقتی که یک صحابی آمد گفت که یا رسول الله پدری من یا مادری من در بعض روایت‌ها روزه قرضدار بود وفات کرد، آیا از نام او روزه داشته دهم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لو کان ارایتی، زن بود مانند شما، ارایتی لو کان علی ابیک دین اکنت قاضیتی، و من خبر ده اگر پدرت قرضدار باشد تو قرض پدرت را ادا میکردی؟ واقعا پدرتان از یک آدم 100 دینار قرضدار است، مثلا آدم آمد که قرض را دهفته، آیا میدادی؟ گفت که بله. گفتن که فدین الله احق ان یقضا، قرض الله تعالی سزاوارتر است که ادا کرده شود. بنابراین به همین حدیث هم علما گفتن که درست است که از نام پدرش روزه داشته دهد. و این چنین قول دیگری این است که میتونید از نامش فدیه دهید. از نام پدری که گذشت و روزه قرضدار بود، مثلا اگر 10 روز روزه قرضدار باشد، برای 10 مسکین طعام میدهید. طعام 10 مسکین را خواه به یک مسکین دهید، خواه به 10 مسکین دهید، اگر 10 روز قرضدار باشد. فدیه میگود نام اینه. اینش دیدم ساقط میشد از نام اونو. بله. مادرم همچنین و یا هستن الحمدلله، لیکن برجا مانده هستن، رمضانشون مادر میگیرن. روزه داشته نتوانند و امیدی شفا یافتن از بیماریشان نباشد، بله اون کس روزه نمیدارن، هر روزش به یک مسکین فدیه داده میشه. مثلا 30 روزی رمضان 30 طعام مسکینه به 30 مسکین یا به یک مسکین داده میشه، یا به 2 مسکین یا به 3 مسکین، مثلا خلاصه طعام 30 مسکین یا 29 مسکین. اگر رفت و ماه 29 روزه شود 29 مسکین. روزه ماه شریف رمضان میگیرن، لیکن روزه قرضی داشتیم از سال پیش، همو رو اگر ما گرفته تیم میتونیم؟ قرضاشون علاکه داده نتونسته سود یا نه؟ نه نمیتونم، فقط رمضان میگیرن، تمام قرضی گرفته نمیتونن، برجا موندن. خیلی در این حالت میتونید که شما روزه دارید، میتونید که فدیه دهید. بارک الله فیک، جزاک الله خیرا کثیرا استاد، الله حفظتون کنه. سلامت باشید. الله تعالی با وجود آن که نماز از روزه به قوت است، مرتبهش، ثوابش، حکمش، لیکن نماز به زنها قضا واجب نکرد. زنهایی که در رمضان یا در غیر رمضان هر ماه مثلا 5 روز 10 روز یا 7 روز یا 3 روز نماز نمیخونن، 5 روز نماز نخونن 25 تا نماز میشه. 25 نماز گشته قضا خوانده میتی نگفت، ساقط کرد با وجود بزرگی نماز. این از مهربانی الله تعالی. لیکن روزه را اگرچه روزه مرتبهش خیلی از نماز پست است، نماز خیلی بل نماز ستون دین است، روزه بعد زکات می ایستد. زکات این همسایه نماز است. زکات محض عبادتی مالی، نماز محض عبادتی بدنی. روزه عبادتی بدنی هست ولی از نماز فرق میکنه. در نماز الله تعالی ما رو امر کرده است به اجرای کارهای و گفتن سخنهای
در روزه ما رو منع کرده است از اجرای بعضی کارها، از خوردن و نوشیدن و همبستری. یعنی در این عملی بدنی هست ولی منع است. ولی این یه نوع عملی بدنی هست که جاینشینش مالی هست. یعنی در صورتی انسان روزه داشته میتونستن معذور بودن یا وفات کردنش، قضایش به پولی مال، یعنی جاینشینش مالی هست. خیلی گفتیم اونایی که از دنیا گذشتند و برجا مانده بودن به روزی هر یک روزی که داشتن نتوانستن تمام یک مسکین میدهند، با همین قرضاشون صاف میشه. لیکن روزه رو برای چی؟ برای زنها الله تعالی قضا داشتنش رو مشروع کرد و روزه رو ساقط نکرد برای آنکه روزه فقط یک ماه هست خلاص. یعنی در داخل 12 ماه فقط یک ماه هست. 5 روز 10 روز اگر رفت و روزه داشته نتواند زنها قضا داشته میتید، از سبب اونکه بیماری داشت قضا داشته میتید. اما دیگر ماه ها برای آنها روزه فرض نمود. و اینچنین زنهای دیگر سوال میدهند که مثلا در رمضان 3 روز عادت ماهانه دارن یا 4 روز، نمیخواهند که این رمضان انده خورن، اجازت است که دارو خوریم پیش راه بیماری را گیریم، بیماری ماهانه را. بله، فقط یک بار در رمضان یا اگر حج رفتن، حج فرضی یا مراتب در حج، یعنی استفاده دارو اجازت است، لیکن اینه بردوام نکنن تا اینکه عادتشون رو ویران نکند و به سلامتشون ضرر نکند. یا مراتب هیچ گپی ندارد. خاصتا اون زنهایی که مثلا در دهه آخر عمره رفتین، اعتکاف نشستن نیت دارن در حرم مثلا، و در همین حالت اگر بیمار شوند سفرشون یعنی تبدیلشون نمیشن، برای همین برای آنها اجازه داده میشد که از همین تبلیتگاه هایی که پیش راهی بیماری ماهانشان رو میگیرد استفاده برند.